سلام به همه، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. یکی از مهمترین ارکانی که در قرارداد باید به اون توجه بکنید بحث مدت قرارداد است. یکی از نشانه های کلاهبرداری مهاجرت ذکر مدت زمان اجرای پرونده مهاجرتی در قرارداد هستش. ما تحت هیچ شرایطی هیچ ارگانیزیشن یا هیچ سازمان مهاجرتی را نداریم که بتواند پیش بینی کند یک پرونده مهاجرتی چه مدت زمانی طول میکشه تا به نتیجه برسه. لذا حواستون باشه زمانی که قرارداد رو جلوی شما میذارن، اگر مدت قرارداد در قرارداد وجود داشت، حتما از اون مؤسسه بخواهید که مبتنی بر چه موضوعی، مبتنی بر چه مستند و چه وبسایتی و چه در واقع قانونی داره به شما میگه که این فرایند 2 سال طول میکشه، 3 سال طول میکشه، 6 ماه طول میکشه. چون در مهاجرت چیزی به نام زمان مقرر و معین وجود ندارد. پس این یکی از نشانه های قراردادهای معیوب و کلاهبردارانه هستش. امیدوارم که مفید بوده باشه. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بکنید و اگر سوالی دارید توی کامنت ها برامون این سوال رو بذارید. به امید دیدار مجدد شما. موفق باشید.